آدم دانا و آدم حسود، بر اساس حکایتی از گلستان سعدی. در زمان قدیم پادشاهی در کشوری حکومت می کرد. او یک روز در باغ کاخ خود قدم می زد. پسر کوچکی را دید که کتابی در دست داشت و در گوشه‌ای نشسته بود و می خواند. جلو رفت و از پسر پرسید: تو کیستی پسرم؟ پسر بلند و با لحن مؤدبانه‌ای پاسخ داد: من پسر ابوسعید مستخدم شما هستم. پادشاه پرسید: این چه کتابی است که می‌خوانی؟ پسر با همان لحن مؤدبانه جواب داد: من به مکتب می‌روم و این کتاب تاریخ است که می‌خوانم. پادشاه کمی دیگر با پسر حرف زد و از هوش و استعداد او بسیار خوشش آمد و به وزیرش دستور داد تا سرپرستی او و تربیتش را به عهده بگیرد. سالها گذشت و پسر بزرگ شد. او با همان هوشی که داشت خیلی زود کارهای بسیاری یاد گرفت. پادشاه به او مقام و منصبی مهم داد. کسانی که از سالها پیش دور و بر پادشاه بودند نسبت به جوان دانا خیلی حسادت می کردند. آنها هر روز پیش پادشاه می رفتند و از آن جوان شکایت می کردند و سعی داشتند پادشاه را نسبت به او بدبین کنند. اما پادشاه که یقین داشت همه این حرفها دروغ است، یک روز جوان را پیش خودش خواست و از او پرسید: چرا همه با تو بد هستند و این همه با تو دشمنی می کنند؟ جوان لبخندی زد و پاسخ داد: علتش این است که من توانستم با کار و کوشش همه مردم را از خودم راضی کنم، اما هرگز نتوانستم دهان حاسدان را ببندم. پادشاه سرش را تکان داد و لبخندی زد.